در ارتباط با خلق و بین جامعه از ارکان اصلی ایمان عزیزان خانم ها وایان سپاسگزاری است. ما انسان ها نسبت به یکدیگر، نسبت به محبتی که به هم داریم، خدماتی که به هم انجام میدیم، باید سپاسگزار باشیم. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. کسی که از مخلوق تشکر نکنه از خدا تشکر نکرده. به حدی ناسپاسی جایگاه نداره که چند چیزه که خدا تو همین دنیا جواب میده برای قیامت نمیگذاره. یکی همون حقوق والدینه، ظلم پدر و مادر. کسانی که به والدینشون ظلم میکنن تو همین دنیا تا پاشو نخورن از این دنیا نمیرن. دومیش کفران احسان. اگر کسی اومد محبت اما کرد، جان ناسپاسی خیلی درد بزرگ است. دوست نمیدارد خدا. ان الله لا یحب کل خوان کفور. خدا هیچ خیانت کننده ناسپاس رو دوست نمیداره که بین انسان ها این چنین باشه.